سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. روسیه سفارت افغانستان را در مسکو به دیپلمات فرستاده طالبان سپرد. حامی اساسی طالبان عمران خان از قدرت برکنار کرده شد. ابله و یک جوان در فرودگاه دوشنبه. ماشین بارکش در راه به تاجیکستان به کام آتش رفت. قریب 200,000 سامانی خمار ناز بر راننده اتوبوس وزنین افتاد. مرثیه پرسوز گلرخزار در مرگ همسرش نعمت رجبیان و داستان مدینه 15 ساله که پسران را به پشت خوابانده چمپیون گشتین شد. و اکنون تفصیلات خبرها. حکومت تشکیل کرده طالبان روز 2 اپریل به حکومت روسیه برای اعتراف دیپلمات فرستاده امارت اسلامی اظهار سپاس کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتر همچنین خبر داد که امروز سفارت افغانستان در مسکو به دیپلمات فرستاده امارت اسلامی افغانستان سپرده شد. عبدالقهار بلخی به دست دیپلمات طالبان گذاشتن سفارت را قدم مهم در راه تحکیم روابط دوجانبه نامید و گفت امارت اسلامی همچنین حکومت مشروع و قانونی افغانستان حق دارد اداره امور نمایندگی های سیاسی افغانستان را در خارج و استفاده روابط با دنیا را به دست خود بگیرد. سفارت افغانستان در مسکو در کوچه پاورسکای رقم 42 در مرکز پایتخت روسیه جایگیر شده تا کنون در دست دیپلمات های حکومت قبلی این کشور قرار داشت. روز چهارشنبه 6 اپریل وزارت خارجه روسیه با ارسال یک نوت به سفارت افغانستان دیپلمات فرستاده طالبان جمال ناصر رسما همچون کاردار نو سفارت افغانستان در مسکو اعتراف کرد. ماریا زخارova سخنگوی وزارت خارجه روسیه این را یک قدم در راه از سر گرفتن تماس‌های دیپلماتی دوجانبه نامید، ولی گفت حرف زدن از اعتراف رسمی رژیم طالبان در افغانستان هنوز بر وقت است. روز 31 مارس وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف خبر داد که مسکو علیه اولین دیپلمات فرستاده جنبش طالبان را که ماه فوریه به روسیه آمد ثبت نام کرده است. رهبر اداره سیاست خارجی روسیه همچنین از رژیم نو طالبان ستایش کرد و گفت با وجود کمبود تجربه رهبری، محدودیت‌های مالیوی و اقتصادی و فشار حربی و سیاسی از طرف امریکا و متحدانش، مأموریت نو افغانستان در عموم از عهده در حالت شنا نگاه داشتن کشور برآمده ایستاده است. به عقیده لاوروف در سمت مبارزه با تروریسم نتیجه های مشخصی به چشم می رسند. در ساحه حمایت حقوق انسان تلاش های انجام داده می شوند. کابل به طور فعالانه روی گسترش روابط دیپلماتی و اقتصادی کار می کند. این همه بدون شک به اعتراف بین المللی مقامات نو افغانستان مساعدت می کند. جنگجویان طالبان ماه آگوست سال 2021 در روزهای خروج نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان امریکا و ناتو از افغانستان قدرت را در این کشور غصب کردند. حکومت نو آنها را تا حال یگان کشور رسما اعتراف نکرده است، ولی بسیاری از بازیگران اساسی در عرصه افغانستان از جمله روسیه با رژیم نو طالبان تماس‌ها برقرار کردند. تاجیکستان از انگشت‌شمار کشورهایی است که حاکمان نو افغانستان را قبول ندارد و طلب دارند که آنها باید در حکومت خود به دیگر قوم‌های ساکن افغانستان به ویژه به تاجیک‌های آن کشور باید جایگاه شایسته قائل شوند. سروزیر پاکستان عمران خان امشب 2 اپریل بعد 12 ساعت بحث‌ها در پارلمان از طریق عدم اعتماد یا نوباوری از مقام برکنار کرده شد. عمران خان یکی از حامیان اساسی رژیم نو طالبان دانسته میشد. او از دولت‌های دنیا دعوت میکرد که حکومت نو ساخته طالبان را به رسمیت بشناسند. عمران خان با این مقصد به پایتخت‌های گوناگون سفر میکرد و از جمله ماه سپتامبر سال 2021 حتی به دوشنبه هم آمده بود. عمران خان بعد بازگشت از دوشنبه گفت به پرزیدنت تاجیکستان وعده داده است که طالبان را به مذاکرات با جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و هم به تشکیل حکومت فراگیر وادار کند، ولی با وجود گذشتن بیش از نیم سال عمران خان نتوانست این وعده های خود را اجرا کند. عمران خان ستاره سابق ورزش کریکت چوگانبازی که سال 2018 برابری حکومت پاکستان رسید به خاطر پیشگیری از رأی عدم اعتماد حتی پارلمان را پراکنده کرد
ولی دادگاه عالی پاکستان از احزاب مخالف پشتیبانی کرد و تصمیم عمران خان در مورد پراکنده کردن پارلمان را غیر قانونی نامیده بیکار کرد. شهباز شریفی رهبر مخالفین پاکستان گفت که کشور بالاخره از یک بحران جدید رها یافت. او در توییترش نوشت مردم پاکستان را با صبح نو تبریک میکنم. عمران خان نخستین سروزیر پاکستان است که از طرف رأی عدم اعتماد کنار زده شد. از 342 وکیل پارلمان پاکستان 174 نفرش به عمران خان اعلان نوباوری کردند. قرار است روز 11 اپریل رهبر نو حکومت پاکستان انتخاب کرده شود. سروزیر نو باید حکومت پاکستان را تا زمان انتخابات نوبتی که باید ماه اکتبر سال 2023 دایر شود رهبری کند. عمران خان گفت حکومت نو مخالفین را اعتراف نخواهد کرد. عمران خان بدون آوردن یگان دلیل ادعا کرد که وی را در نتیجه یک تفتیه تحت رهبری امریکا برکنار کردند، چون که او از واشنگتن در مسائل مربوط به روسیه و خطای پشتیبانی نکرد. او پیشتر هم اصحاب مخالفی را به همکاری با غرب ابدار میکرد. امریکا ادعای عمران خان را بی پایان نامید. عمران خان سال 2018 در هوای شورت زمان چوگانبازیش به موج گردهمایی‌های پر ازدحام و با شعارهای مبارزه با کروپسیا دو حزب قدیمه و قوی پاکستان را شکست داده به قدرت رسید. او وعده داده بود که دست به اصلاحات زده یک پاکستان نو میسازد. تا کنون یگان سروزیر در پاکستان نتوانست 5 سال مهلت پیش بینی شده را تا آخر طی کند. چنین به نظر می رسید که عمران خان می تواند نخستین چنین رهبر حکومت شود و 5 سال تمام کرسی خود را حفظ کند. ولی عامل اصلی به قدرت رسیدن او در سال 2018 در اصل پشتیبانی دو قوه در عرصه سیاسی پاکستان خیلی پرنفوذ اردو و نهاد امنیتی بود و اینک او به سبب تنشی که بین او و این دو نیروی قوی به وجود آمده است کنار زده شد. حزب حاکم پاکستان حالا حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان است. دو حزب اساسی مخالفین این کشور لیگ مسلمانان پاکستان و حزب مردمی پاکستانند. پاکستان با 227 میلیون اهالیش پنجمین کشور از همه پراهالی دنیا و بعد اندونزیا دومین کشور پراهالی جهان اسلام به شمار می رود. در یک ویدیوی کوتاهی که در اینترنت نشر شد به احتمال غالب لحظه ابلاغ یک جوان در فرودگاه شهر دوشنبه ثبت شده است. این ویدیو موج واکنش ها را در بین مردم به بار آورده بسیاری ها بار دیگر از مقامات خواستند با چنین شیوه آبروریزنده مجبورا از کوچه داشتن و به ارتش بردن جوانان خاتمه دهند. در نوار دیده می شود که دو جوان لباس ملکی در تن که یکیش ریش هم دارد، یک جوان در دستش بارخلطه سفر را از دو دست و کتفانش داشته با خود بردنیند. جوان گردن نمیگید و از اطرافیان اینها که باشند من نمیدونم. از بین ازدحامی که بلافاصله در جای حادثه جمع شد چند نفر گمان خود را میگویند که این ابلاغ است، ولی اون جوان که او را بردنیان میگوید آخر من خدمت کردگیم. این ویدیو با لحظه تمام می شود که اون دو نفر جوان دستگیر شده را کنار میبرند. معلوم نیست که آیا در واقع این نفران این جوان را با مقصد به ارتش بردن دستگیر کردند یا اصل گپ دیگر است. بهار سال 2021 نیز در اینترنت ویدیوی بازداشت یک جوان نشر شد که مؤلفانش میگفتند که او ابلاغ شده است، ولی بعدا ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه گفت در اصل این عملیات بازداشت مردی بود که به عضویت در گروه افراطی ابدار می شود. ولی هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابلاغ یا احاطه‌گیری جریان میگیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت میفرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابلاغ شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شده اشان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از راهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابلاغ که آبروی دولت را میریزاند نقطه گذارند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. بلاگر تاجیک قربان نعمتوف در کانالش در یوتیوب درباره زندگی خیلی فقیرانه خانواده نظر نظروف ساکن ناحیه ورزاب و راننده کارخانه اتوبوس یک قصه کرده از مردم برای پرداخت قریب 200,000 سومان تاوانی که
به گردن این راننده بیچاره افتاده است، کمک خواست. در ویدیو دیده می شود که نظرف 36 ساله با پدر و مادر پیر و برجا مانده‌اش در یک کلبه تنگ و خرابه به سر میبرند. مادرش با گریه و ناله نقل کرد که پسرش از رانندگی اتوبوس هر روز امگی پول 4 یا 5 نان کار میکرد و به خانه می آورد، ولی امروز به گردنش تاوان بار شده است که آنها در عمر خود چنین پول را یافته و پرداخت نمیتوانند. نام نظرف روز 2 اپریل بعد آن ورد زبان شد که او را هنگام مسافرکشانی در خط سیر رقم 33 سر چنبرک فرمان اتوبوس خواب برد و نظر با اتوبوسش در نزد دانشگاه طبی در خیابان رودکی 7 ماشین تاکسی را پخش کرد. خود او میگوید روز اول ماه رمضان بود و او نوزکش که روزدار بود سخت خمور نوزش گرفته بود و به همین دلیل لحظه خوبش برده است. لحظه‌ای که برای این راننده بیچاره خیلی وزنین افتاد. او برای ویران کردن قاعده‌های بی‌خطری در راه همچون جزا و جریمه همچنین از 20 تا 30 نشان دهنده برای حساب‌ها از 1280 سومانی تا 1920 سومانی تهدید میکند. ولی بجز از جریمه با قرار دادگاه باید مبلغ زیان به 7 تاکسی رسانیده‌اش را هم برقرار کند. از این 7 ماشین 3 آسیب زیاد دیدند. بر اساس سند ترتیب داده شده تنها برای ترمیم اتوبوس بیش از 33,000 سومانی لازم است. یک جا با ماشین های تاکسی نظر باید نزدیک 200,000 سومانی بسپارد. در ویدیویی که یکی از رانندگان ضرر دیده گفت که او بعد دیدن شرایط زندگی عائله راننده اتوبوس به خاطر ماه شریف رمضان از بر طلب تاوان گذشت، ولی چند راننده دیگر که از بانک قرض گرفتند ماشین تاکسی خریده بودند گفتند زورشان برای ترمیم ماشین های آسیب دیده نمیرسد. خود نظر با این زندگی فقیرانه که دارد نیز قوت پرداخت پول ترمیم این ماشین ها را ندارد. به این دلیل در ماه شریف رمضان به این راننده اتوبوس برای پرداخت پول ضرر رسانیده‌اش دست کمک دراز کنند. وقتی این گزارش برای چاپ آماده میشد خبرنگار تاجیک خلوتچای محمود خبر داد که رهبران شرکت آلوچه تاکسی اعلان داشته است که تاکسی در آن صدمه روز 2 اپریل ضرر دیده‌شان را از حساب خود شرکت تعمیر و ترمیم میکند. یک ماشین پر از تکنیک معیشی که از روسیه به تاجیکستان میرفت شب 9 اپریل در حدود ولایت ترکستان سابق قزاقستان جنوبی با تمام بارش به کام آتش رفته است. در این باره دپارتمنت پلیس این ولایت با نشر یک ویدیو از جای حادثه خبر داد. این حادثه شب 9 اپریل تخمینا ساعت 21:00 دقیقه رخ داده است. به شعبه پلیس نویه بیدیبک خبر دادند که در کیلومتر 73 روی سمار شمکند در نزد دهه ژینقم یک ماشین بارکش تمغه والو در گرفته است. کارمندان پلیس به جای حادثه رفته معاین کردند که سوختار ماشین بارکشی که از روسیه به تاجیکستان تکنیک معیشی میبرد به سبب آتش گرفتن یک چرخ پریچپش سر زده است. بنا به اطلاع پلیس این ماشین امروی تمام بارش پوره در گرفته است. گفته می شود راننده آسیب ندیده است. او توانسته است حجت‌هایش را با خود گرفته سر وقت از ماشین بیرون شود. پلیس ولایت ترکستان گفت سوختار را فرو نشاندند و راه را تازه کردند. شاعر خلقی تاجیکستان گلرخزار صفیوی در صفحه‌اش در فیسبوک مرثیه پرسوزی را در مرگ همسرش نعمت رجبیان نشر کرده است. الوداع نعمت، الوداع نعمت زندگی من، الوداع دو شفعری که دوستی را به عشق و عشق را به دوستی بیزوال همیشگی مبدل نمودی. با اندوه گران و درد بیزمان گلرخزار ماتمدار تو نوشته است گلرخزار. و اما خود مرثیه را گلرخزار به شکل وداع با همسرش نوشته است. دل صبح از آی شب شد سیاه، شبی نامرادان ندارد صبا، غمم را گذار و ببر شادیت، به غم تکیه سازم منی غم پناه، تو هم میروی همه میروند. صبا بوی صدبرگ پژمرده آورد، خیالم غمی شادی مرده آورد، به دوش شبی ناتوان تکیه کردم، سرودی ویدای تو را گریه کردم، گریه کردم گریه کردم، تو هم میروی تو هم میروی همه میروند همه میروند. نعمت رجبیان عالم شناخته که سالهای زیاد در پژوهشگاه گلاگ کار کرده بود روز 9 اپریل در سن 79 از عالم چشم پوشید و همان روز در آرامگاه سر آسیای شهر دوشنبه به خاک سپریده شد. و گفته نزدیکانش نعمت رجبیان ماه‌های آخر بیمار بستری بود و استاد گلرخزار تا دم مرگ در پهلوی شفهرش بود. پسر یگانه آنها عزیز که در خارج قرار داشت بعد شنیدن خبر مرگ پدر به تاجیکستان برمیگردد.
در مسابقه های گشتین نوروزی امساله در ولایت ختلان همه را دختر 15 ساله که از دهه کدوچی نویه ووسه به حیرت گذاشت. مدینه رستم که در این مسابقه ها همه رقیبان خود را که پسران بودند به پشت خواباند و جایزه های زیاد به دست آورد. مدینه آرزو دارد که در آینده از نام تاجیکستان در بازی های المپی هنرنمایی کند و چمپیون شود. بلال شمس خبرنگار آزیا پلیوس در منطقه کولاب در یک مطلب مفصل از مدینه رستم چهره‌گشایی کرده است. او می نویسد مدینه فرزند رستم قربانوف یک ساکن دهه کدوچی نویه ووسه است که دانشکده تربیت جسمانی را ختم کرده از روی اختصاص مربی گشتین است، ولی با تقاضای روزگار حالا به قصابی مشغول بوده است. او 6 فرزند دارد. مدینه از خردی به ورزش شوق داشت. رستم قربانوف 48 ساله که در وقتش خودش هم گشتینگیری میکرد میگوید از بس که نتوانست آرزوی به ورزش بخشیدن زندگیش را جامعه عمل بپوشاند، پسرش بازاربای را به ورزش تشویق کرد. بازاربای برای عملی ساختن آرزوی پدر از سن 15 به گشتین جودو مشغول شد و هر روز به دهه همسایه برای مشق میرفت. مدینه هم که اون وقت در صنف دوم میخوند از اکش خواهش میکرد که او را هم هر روز با خود به مشق گشتین برد. بازاربای خواهرش را هر روز در پشت ولسپیدش سوار کرده به مشق میبرد، ولی این به مادر آنها خوش نآمد و بازاربای را از بردن مدینه به تالار گشتین منع کرد. با این وجود مدینه پای پیاده هر روز از خانه میگریخت و از قفای اکش پای پیاده چند کیلومتر راه را طی کرده به تالار مشق واقع در دهه همسایه میرفت تا از یگان مشق گشتین قفا نماند. مادرش به این سبب چندین بار مدینه را سرزنش کرد که گشتین کار دختر نیست و در یک تالار با پسران مشق کردن دختر خوب نیست، ولی پدرش در لابلای این جنگ و سرزنش ها از دخترش حمایت کرد. وقتی من چنین شفق او را به ورزش دیدم از همسرم خواهش کردم که به او خلل نرساند و آرزوهایش را نشکند. من میدیدم که مدینه چقدر به گشتین مهر بسته است. نقل میکند پدر مدینه رستم قربانوف در ابتدا مدینه در تالار ورزش یگانه دختری بود که تحت رهبری مربی محمدالله غلاموف مشق گشتین میکرد. حالا بعد پیروزی های مدینه صف دختران گشتینگیر در کوچه به 8 نفر رسیده است. رستم میگوید اولین بار خبر پیروزی مدینه بر پسران را دوستانم به من رسانیدند. من چنین خرسند شدم که همه را به خانه دعوت کرده ضیافت دادم. مدینه سال 2017 در مسابقه گشتین به شرف پهلوان زاده کدوچی محمد رسولوف 11 پسر را به پشت خواباند و پیروز شد. رئیس نویه واسه موسی ظریف از هنر این دختر پهلوان چنان به وجد آمد که 2 قالین و 5000 سومانی تحفه‌اش کرد. مدینه میگوید اولین جایزه‌اش را با مصلحت پدرش به مادرش داد. گفتم که اوچه جان این اولین حق زحمت من. مادرم البته اشک شادی ریخت و گفت دیگر هیچگاه مانع مشق گشتینگیری کردن من نمی شود. مدینه همین طور در مسابقه نویوی همچنین در مسابقه های جمهوریوی به شرف چمپیون جهان سید مومن رحیموف در جام به نام خدای نظر بوقیف جای اول را به دست آورده سال 2021 در جام عمران چمپیون جمهوری شد. مدینه حالا در شهر کولاب تحت رهبری مربی بیروز نظریف مشق میکند و هر روز از دهه کدوچی برای مشق به شهر می رود. در مسابقه های گشتین سال 2022 مدینه بار دیگر همه را به وجد آورد. او در دهه پوشنگ 6 پسر را به پشت خوابانید. بنا به نقل پدرش وقتی مدینه 5 رقیبش را مغلوب کرد تشکیل کننده مسابقه گفت اگر ششمش را هم بیفتاند بغیر از جایزه های مقرر شده یک اسب هم تحفه خواهد گرفت. مدینه الکی در دور دوم رقیبش را به پشت خواباند و اسب را حلال کرد. همین طور در مسابقه گشتینگیری در مرکز نویه دنغره با تلویزور و قالین و از باختر با چندین تحفه دیگر قیمت‌بها برگشت. به حساب راوی مسابقه باختر مدینه در یک هفته گشتین‌های نوروزی به مبلغ 38000 سومانی تحفه به دست آورده است. پدرش میگوید خواهر مدینه هم به گشتین شوق پیدا کرده است، ولی مادرشان 2 پای در یک موزه انداخته گفته است که در یک عائله یک دختر گشتینگیر بس است. مدینه باشد آرزو دارد که در آینده به المپیاد راه یافته چمپیون المپی شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.